دوستان گرامی، البته این وقت و این ساعت در این شامی پرهوای تاجیکستان امروز حضور دارند برادران ما سراینده محبوب تاجیک اسماعیل جان اسماعیلوف که امروز یک برنامه خورده از جانب دوستان ما پیشنهاد شد، یک راز دلی خود را با مخلصان پیشکش نمودند. البته این باد و هوای سرزمین تاجیکستان را ببینید که چقدر خوش است، زیبا است و فارم است. همه وقت برای انمی سراینده محبوب تاجیک انمی خیل خوشبختی و سربلندی در جاده صنعت پله‌های بلند را تمنا میکنیم. ما کدومی دوست را بر این برنامه خیر و مقدم نوری دیده تاج بر سر میگیم. خوش آمدن اسماعیل جان بر این برنامه‌ای که امروز پیشکش شنوندگان، پیشکش مخلصان شما میگردد از جانب این دوستان. کدومی شما را خیر و نگ میگیم. زنده باشید مخلصان اسماعیل جان اسماعیلوف که امروز در برنامه شبکه مهرآباد تاج.com ما را دستگیری کنید. زنده باشید.